با نزدیک شوی ضرب الاجل پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ در مورد بازنمودن گلوگاه هرمز از طرف ایران، نظامیان اسرائیل هشدار می‌دهند که عملیات بر مقابل جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان چند هفته دیگر ادامه می‌کند. سخنگوی نظامی اسرائیل جنرال اف دفرین شام یکشنبه ابراز داشت که با مرور ایام مقاومت رژیم تروریستی ضعیف می شود و اسرائیل نخواهد گذاشت که گروه‌های همپیمان این رژیم به مردم اسرائیل تهدید کنند. به قول نظامیان اسرائیلی، عملیات بر مقابل حزب الله لبنان اکنون آغاز یافته و احتمال مدتی طولانی‌تر ادامه کند. امریکا گروه حزب الله را سازمان تروریستی می‌نامد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا شام 21 مارس توسط شبکه اجتماعی تروث سوشال به ایران هشدار داد که اگر ایران در ظرف 48 ساعت آینده گلوگاه هرمز را پره و بدون تهدید باز نکند، امریکا نیروگاه‌های این کشور را نابود خواهد کرد. طبق گزارش‌های رسیده، ایالات متحده هزارها افسر و سرباز نیروهای زمینی را به خاورمیانه می‌فرستد. در واکنش به این اظهارات ترامپ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدید کردند که ایران دست به اقدام متقابل زده زیر ساختارهای منطقه را نابود خواهد کرد. تلویزیون ایران از فرماندهان ایرانی اقتباس آورد که اگر زیر ساختارهای انرژتیکی جمهوری اسلامی هدف قرار گیرند، کارگاه‌های انرژتیکی مربوط با امریکا و مؤسسه‌های آبصاف‌کنی منطقه محو گردانده می‌شوند. جدا از آن، رئیس پارلمان ایران محمد باقر قالیباف نوشته است که همزمان با حمله به نیروگاه‌ها و زیرساختار ایرانی، تمام زیرساختارها و کارگاه‌های انرژتیکی مربوط با امریکا در منطقه به هدف شرعی تبدیل یافته نابود کرده می‌شوند. چون این حمله به کشورهای خلیج فارس که مشتری بزرگ نیرو و وابسته به آب کارگاه‌های آبصاف‌کنی بحر می‌باشند، تأثیر فوق‌العاده خواهد داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران وعده داده است که در حال ضرورت گلوگاه هرمز را کاملا بسته، آن را زمان باز خواهد کرد که تمام زیرساختارهای بر اثر حمله‌های آمریکایی محو شده برقرار شوند. محدود شوی روای کشتی‌ها در هرمز باعث به افزایش نرخ مواد سوخت و همزمان با آن بالاروی نرخ مواد نیاز اولیه مردم سراسر عالم گردیده است. بر علاوه حمله‌های ایرانی به مؤسسه‌های نفت و گاز ممالک خلیج فارس، بازارهای سوزشواری جهان را نگران کرده است.